رقیبی رمضان هم پهلوانی که دو سه غلبه دارم. تشکر. نمه همین خیل ترتیبی میدانداری شونه بینابر گیرد کارشونه جانوتر کردو. داوگل ایستادگی بدیم بردارم نمیمونن. قفا آدمو تماشا علی دار جفتی دیگر تر کردو. کی امرتون؟ یاردمچی علی دار کی همونجا دو؟ همه قجای خوب نیست. یاردمچیانی علی دار کی هم؟ شما رابط در جای کامرا تلویزیونی نمونن. کامرای کالون در جای نمونن اینین پویم بستن. اکا سوزی تیزی و فیروزم دو جفتی دیگر تیار کنید دو. نه اولی خالی بول گرفتگی نیستم. شیری ناری اکا تران شیری ناری اوخی نار بوشی واقعا مخنه کاکی برای نخواهمون گفتم همون دوباره بسن مسئولین بسن دیگراتون چی شرطه که ما در برای ما ایستیم ایوانای صفحه دقیقار ما بوشای نورو بود نظر ما دیگر خیلی من خواهش میکنم دکتر بستن سردوار بستن سرکوتی بستن حیاتی دوبارون بستن تمام من کار شما و بستن است بچه ها اینمی بچه ها اینم اینا خواهش میکنم اینا یک هی زورتی دارم شما خواهش میکنم این طرف زرد جنوس یک خیلی مگرد گوشتین من کنیم این طرف زرد من خواهش میکنم کی برادر التماس یک موضوع دیگر بشه و یک نظر دیگر الله لا باشیم سرداور در همین جمع دشوش و قدی سرکوتی جمعشون هم خیل کی علی داد کسی از بچه رو هم کن پرداختی عثمان از خوابالین حلال تشکر بچه ها را مکافات شنا کید سفربرشان کنید با اون تطلب ناگلو و واحید جان سه پهلوان ایرانی مهمان مردم نورآباد مرحبا بچه ها رو دیدید دعوت کنید بچه ها رو دیدید دعوت کنید چری اما ای بیمان نیست تیمور رحیموف اینا تخلص کنم خیلی ایشا رژیمه کم ایج محمدی رجبوف از ناحیه همدانی و نورآباد آمد این هم محترم رئیس تخلص دارد جری ما و شما حق فرزندانی این رحمت بر پدر و مادر که اینا را خلق کرد توفا شد یک کالینی تنگ بسی بخت و اقبال و سعادت یارتان آمین انا اینا نه دعوا نه شریعت نه گپ نه بزرگ اینا مرزنده این طرفی ها رودکی ها ابراهیم از نورآباد این بچه را صاحب وطن ها خوب میدونن ها سازای اما ریجی محیدین اسدالله زاده از شهر راغون خدا به هر دو بختی بودید سعادتمندی میدان نشون دیدومی تشکر این ایا پای است کی موند از مهمانای دیگر
بچه های ارزنده را مهمانان ایرانی را واحد میدونید چهره هایی که شایستن نزدیکتر شون کنید و نزدیکتر بیان معروف گوگو تمتنه رحمو بند بخشی دویم مشکلی معروف تنظیم معروف شو در گله میاد جفت دیگرم گیرد که آمینه خیرالله از شهر کولوب این بچه کی؟ ایروغون نامتان عبدالله خب دوبار اونجا هست از اینجا گیرم اگر کار آمینه برار گیرد آه عبدالله قابایلت های اون راهی که تو راغون میدهی خب گیره نکردم آمینا اکنون نشد ایدی متنتم در نور آباد مبارک باشد تشکر معروف هر لحظه گفتم اشاره میکنید عبدالله از شهر دوشنبه امام مهدی ناحیه سنگور گوشینگ ناحیه نوراباد این بچه نمیشم این بچه کم کم خسخر چوب توب رنگه اونجا براش برمن آغلو این بچه خطی نمیشه انهی اینونی ده ای آقا جون قدمت پدیده همه پزمانی دیداری شماست نامی برمن آغلو چمپیون جهان در رشته گشتین کورش عضوی منتخب گشتینگیری جمهوری اسلامی ایران آقای برمن آغلو مجید به نورآباد خوش آمدید تشکر اناکی عبدالله کی آقای برمن آغلو اینجا بیو شما اینجا شینید عبدالله شهر دوشنبه امام مهدی سنگور این بچه کیه؟ اکاش اینجا چی میکنی؟ اکای همه اینجا بیای با دولارات چون میکنن کارمندای عزیز این سیوکو هر یک پهلوان با خودش دو کسی را آورده زه التماس نیاین دخالت نکنیم بکنیم اینجا کی بودنش در میدان معلوم میشه به هر دو اخبار ساده یک تبویلیک که نویس یک ولوسیپدی دوچرخه توفای هر دو پهلوان ارزشی 750 سومونی
دوری بعدی را میبینیم. عبدالله و پهلوان سنگوری عارف دادوف کار شما چی شد؟ دوران تشکر با مهمانای ارجمند نوبتیت و این دو کسا ریژی محیدین اسدالله زاده و ابراهیم از نورآباد. قهرمان جهان در میان جوانان در رشته گشتین سامبو، استاد ورزش درجه بین المللی خلیلزاده صبحیدین شهری نورک راخون. تشکر. برادری انا همون پهلوان ارجمنده که تخلصش ریجی هست. شنیدم اینجا عبدالله تستر بیو. اینه بچه که با تلفونش نه برادر که السلام علیکم اکای پالکونیک اکای لتینم برادرو خواهش میکنم یاردم کنید ما را التماس وقتی هر رابطه اینجا اومده با این کار مانعه و ایجاد کنه چی میشه بعد تلفن در دستش تا داخل میدان میبید. کارمندای ارجمند حفظ حقوق در نظام و ترتیب مسئولیت شما بغایت بزرگ است. هرچی ترتیبات و کاری مشخصاتی که بهتر باشد از احترام شما وابستگی دارد. نشد دورنگ دست فشاری کنید. هر دینا با دیگر را بشنگید. عبدالله فرزند شیرعلی بازاروف نبیره یکی از مربیان برجسته جمهوری تاجیکستان در جودو که صدها نفر پهلوانان را به کمال رسانیده است. نبیره ناصر بازاروف انا همان سبز پوشه که حالا در میدان است. انا کفالتی کشتیگیری که قناعتشان ما با او پهلوانی سنگواری نمیتیم. اما یک دو مربی گفتم که اون بچه که با سنگواری خیلی هم تجربه تمرین های رسیه را دارد. هرچی بادو میدان همه را نشان میدهد. تشکر. ریژی ابراهیم در این گلیم، این بچه ها در این گلیم. آقای برمن آغلو کنی شما اونها تایزانتی داره نام بچه که اونمو نایزانتی داره نام بچه ها که هستن همون را برایدم اونها را خواهش میکنم. اما دختر همونجا بیسته بس اینه این طرفی خزینه دار در که زیاد دارا اونا بیستن بس دیگر شما آقای زیادتی هم آقای برمن آغلو یا پهلوانان یا مسئول اونا سرداور عبدالله سید خواجه کاتب گنرالی فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان. خب چهار کسی دیگر سیمشکا نخرین خواهش میکنم عکس بردارو متصدیانی صاحب پرتافتی عبدالله حلال انمو زانتیک دار بجا شد که یکی سلام بشتیم هم جیوچکا میخواهید هم زانتیک داشت هم تحقیرانه سخن کرد که در رسی اماش کرده یا ای تبره ها کامرا را کادر ویرون نکرد. تشکر. کمی آقای برمن آغلوی عزیز کمی آقا جان اینجا بیا. واحدی عزیز اینجا بیا. پهلوان ایران هم واحد بیاید هم برمن آغلو اینجا بیا. تمام برادران همین کدومی که تماشا نکنید بعد خودش ساخرانین میشه در همین یوتیوب ساخرانین میشن میتونید که برید لبای محل تماشاش کنید. کو برادر همون کارتا عمر پهلوان از تاجیکستان از نورآباد برادری ابوبکر شیروف آقای برمن آغلو قهرمان جهان در کورش از جمهوری همجواری ایران یک حکومی صمیمانه مردم نورآباد اکای خزینه دار توفه شنمو بله مکافات این را حق شما یان کنید.
بحد برون های باور کن یک قالین 5 به 3 ارزشی 2,500 سومانی به هر دو اقبال و موفقیت تشکر دست فشوری کنید از روی انانه های گوشتینی ما دست فشوری کنید انا همین ترتیب این خلعتون را بیرون کنید و اونجا آماده شد خب با این برادر این ها این یا این بفرما بیا نام شیرزاد شهر حصار انا چی را سیام کنید؟ محسن واحد از ایران تمیر او کیه؟ اونا او طرف دارد حکای سرداور اونا حکای برندازی خزیندار تعلیم شد بچه ها رو موظف کنید یک چی دارم با اینا این دخترها چی که کار زده چی که این تیموسیش بچه ما گم کنم میگفتیم حکا اینجا جای اعلام کردن پهلوان های کارمندای محترم این زیر خوب با این بچه ای مونگزالا تاون دختا آخیه تو چیز نخواه دخترها تحمل نکنی مونگزالا تا آخیه پهلوان سفید پوش مهمان مردم راستی نامه نوراباد جمعالی نبرو مدن آقای برمناغلو با لباس سفید کبود پوش از نوراباد عمر شیروف عمر شیرو یک وای قالین نوراباد 5 به 3 توفای با هر همون دو پهلوان ایرانی که در میگیرم. میدان. عمر خب بعد این بچه حصاری و واحدی ایرانی پهلوان دیگری ایرانی نامتان ولی پلوانه کلام برو ریزا مدگی نیستم با برو عبدالله از تاجیکستان از رشتان زمین هر دینا برایان و هر دینا آموده شود خیلی خب عبدالله و این برادر شما لباساتون نپوشید اینجا بیایید نه شیرزاد رقیبش یافت دواشا گرفت شما یک لحظه دیگر ایستید این بچه حصاری و پهلوان واحدی ایرانی برو مدگی هم جای خالی داری که دلاور صبردین بکار است که شما شایف بله که در شایف در بله کنی آقا جان برادر شما بفرما بگذارید ولی فریدون دیور نیستنده ولی سامسوخه اگام تش نیست ولی اگام تش نگیریده خب یک توفایی که هست اونجا ها بچه های تاجیک و ایرانی عبدالله لایقزاده از تاجیکستان ناحیه رشت و رقیب برادری ارجمند از کشور ایران است برمناغلو با عمر ولی گشتین فقط این گریته ایستاده پترکو است گریته هستم محیدین با ابراهیم از نوراباد همین ترتیب 1 2 3 4 جفت بچه های ارزنده در میدان تشکر به همه اینا سپاس حالا بعد این جفت باز پهلوان شهر حصار از تاجیکستان و مهمان ارجمند ایرانی واحد هم نام شما که آقایون محسن جان خوش آمدید تنتنا در نوراباد موسیقی که معروف هماهنگ میکند برای پرتافتی جالبی عبدالله کمی معروفی تنظیمگر موسیقی ها برادر عزیز خیر مقدم یک مهمان ایرانی به قالین از نوراباد برمیگردد اما اکنون نوبتی دیگر است
جان خب نوبت محسن جان خلعت برادر ارجمند به محسن دهید آقای برمناغلو قهرمان جهان انا با عمر گشتی گرفته ایستاده است همین در خیلی کلمکار سخنرانی گرفتن اینجا میشوند بسیار بعد در شد همین مردم کانال میدونید تماشا میکنیم اینا او دلیل نمیکنیم میدونید با تماشا شما خب. میکنیم بعد محترم رئیس اشاره کردن که قالین از مکافات این گیرید و بر عوض قالین یک تلویزیونی ارزش 5000 سامانی داشته را برای قدرشناسی قهرمان جهان از ایران گذارید. اگه مردم چون میکنن مردم مردم یک صمیمیتی رئیس محترم را با احترام قبول کرده کفکوبی رو زیادتر میکنن اما کار این بالای این شد ولی این اولی کار است بگوید 140,000 سامانه مکافات عالی میدان نورآباد کسی که زحمت کشید پاداش زحمتش اینجا عالی‌تر و ارزنده‌تر قدردانی می‌گردد. با الهام جین جوان هر کی هست مهمانای ازبکستان پهلوانان دیگر منطقه تاجیکستان مرحبا قدومتان خیر و مقدم نوروز کریمزاد انا مهمانان خاطراتشون خیلی باز قوی‌تر کردید انما بخی بطای پوش نورآباد تولید شد به وایه رسید عمر با قهرمان جهان کشتر بگیریبان است انمی بخی بطای پوش نورآباد با زورا خیلی زورا خیلی بسیارن ولی نه عمر با پهلوانای دیگر میدانداری کردن ورزشکاران ما این هم احترام این هم یک صمیمیت این یک اطمینانی ورزشکاران ما را باز دوچار میکند عمر رابین نه هراسید حالا نو پسینی 18 قدم می‌نهد خب انا میشم هر دی نام ارزنده پهلوان رشتان زمین سیددین سیددین؟ درست گفتم محمد ایسار رجبوف از همدانی توفه این بچه را که معلم سرداور مسابقات با خزینه‌دار هماهنگی کار را هر دو بچه ها عبدالله رقابت دور اولشون مساوی بود هم سیددین و هم محمد ایسا با تخلصی یکی ملونه شده نه عادت کرده خیلی ما هم که تبور جاگه را ما جاگه میگیم کم کم خجالت میکشیم میگه که هیچ گپ نیست که ما کار عادت کردیم این 20 ساله هایی که ما هم جاگه گفتن و رفتم خیلی ملون نشین این تخلص شما را به همین کی محمد ایسا تا بگیان در رسانه های خبری کارمندانی تلویزیون که جری بیان تیز میفهمند برای کار به هر دینا توفهشون را معین کنید چکشون یا ورقه مکافاتشون در دست داور داور خانه بره ها که بیچاره من خلقی دکانتر حرکت کردن تو دلاور صبرالدین با پیش پهلوانای دیگر فرصت علی جانی سفر علی که نو تبیه چیده اونو ایدی بیگ صبحی دین هزی جویون این وقتی نشستن است دیگه جایی دریافتی گنرر که سیجر و سیزاده جای دریافتی گنرر شدید قدر و قیمت و منزلت و احترام شما را محترم رئیس دانست که از اونجا میگه اون ارزشش کمی کستتر است یک مکافات دیگر بالای روزم صبحیدی نیست یکم کس که الهام دین یا این پیشی وی برید یا وی پیشو بیارید بعد یک کار دیگر کنیم چکل می شود
ولی مردم با کم کم محبتشون دیگر خیلتره گرم میشین ها هاپا ای به هر دو وقت سعادت خیزی این دوده رو میگه ایش میگه بو ایش میگه ولی این میگه کی گوهید ولی ایش میگه کای من خیلی احترام دارم نگیرید تا نگیرم علی جانی سفر علی اینجا بیا که ده 5 دمشیه که اینون این آباد آمدی ای چشمه جوشان آمدی از کلاب آمدی خوش آمدی این 5 دمشی تقدیری کار ده حالی شین چپ راست فرق ندارد ای به هر دخلا اقبال آبرو که کهزی اما جوان مرد و پهلوان و شخصی محبوب و دوستداری میدان نمیخین است پاپا گیر سعید خواجه او عبدالله جان هر دو بچه را مکافات چک شونه در دستی دوباره اکل کی نشید اینم کسی اینا هم هر دو سرزندان این بچه کن سعید رحمان حصار سعید رحمان از حصار عبدالله بچه همه مهنت رئیس محترم به خاطری احترام همین مقدسات است مقدسات لباس ملی از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی تحریزی گردیدن که آن تجسم کننده فرهنگ و تمدن مردم تاجیک است و این همه رمز دولتداری ما در همین خیلم‌های سفید و سبز نهفته است هدف همون است که شما با شورت و با خلعت‌های گوشتین ملی به میدان بیایید هم در سطح زیبا هم در چشم مردم زیبا هم در تبلیغ میدانداری نورآباد زیبا نور تشکر میدونم نوران که گفتی میدونم چی شد بر من آقلو و برادری محبوب احترام شب این نوبت گر فکراشون هم بینین خیلی نه طبقی یکم دوچرخه یک قالینی دیگر ارزشی 2800 سامانه در آن همین دوچرخه هر کسی که گیرد طبقه خدا یورش این هم نزدیکتر باشید صبح دید این طبقه از کناری راسی میدان صبح دید اداره کرد کی هست میمونه عزیز نه ها گیله نکنید که بعد نورآباد رفتیم و کارمان ماند اینا با صبح دید کسی آمد در طبقه یکم دوچرخه یک قالین 5 به 3 تشکر این ابتدای کار است در صورت غلبه های پای در پای مکافات زنگ می شود باور کنه رئیس محترم اگر چنین مهربانی ها لطف در دیگر منطقه ها هم اوج گیرد آها یک تلویزیونی 5000 سامانه پلاسکی باز در بالای همین زمین آنا کنی موسیقیه که معروف تنتنه ایدی با شکوهی نورآباد را زینت دهد شاگرد ندارم آخی برادر فتح‌الدین نورآباد محمدین شهر دوشنبه خب نمیدونم برادر خب یک دوچرخه با هر بال یک خلعتی
майдондори гӯштини аҷдодӣ дар болои он. Омин, ташаккур. Табақи дуюма нигоҳ кунед. Ина биён бин. Худо ки дод, шукр, неъмат надод, акнун ҳикмат. ҳикматуш зери ҳамон чатри ҳуфтаи бародари лоилзода мемонад. барои ҳамон ки надод, ин маънои онро дорад ки омодагиро бояд ҷолибтар кунед. касе дар табақи дуюм шинад, ин ҳам арзиши то 8000 сомонӣ аст. мукофоти ино ке ҳамкарӣ ба ғайрат. табақи дуюм вазни то 80 кило. мо паҳлавоноро мебинем, фикромона ҷамъбаст мекунем, баъд назари мушаххаси сардовара қатъи саркокибу бародарои арҷманд баён мекунем. ки аст? ки маъруфи танзимгар, бачае ки мо дар лаҳзаҳои иди мутантан мегӯем, мусиқиро шумо пайвандед. каби шумо фаридун нуробод наврӯзи каримзод темурмалик, як қолини 5-3. خب یک جفت لباسی ورزشی ملی، یک دو چرخه نگر با هر دو بخت و اقبال. آمین. خب چی شدید برمن اغلو؟ نیچیا؟ تشکر با شما با برادری ایرانی رحمتی کلام. خب با صبحیدین هست یگان نفر، صبحیدین خلیلزاده، محمدینو کی بود پهلوان رفیق است. برآمدن ورقه را دستی رحمان علی داتید. بچه ها توجه کنید، همین وزنی 65 تا 75 کیلو کی ارزنده است، کی گوشتینی خوب میگیرد. عبدالله با بچه ها همه شو نظاره کنید. خب بس نکه اوپا بس محمدین بس کی بچه ایست جلی گوشتی نگیر گله من گوشتی نمکنید. بله خارجون بود اعلام شاوز میاد کشا کس رفتیم هفا با همون ترکیزی بشینه بچه ها را برارین از اینجا همه جمع شدو که خواهش میکنم. اینا کیم؟ کی خواهش میکنم که تو نگیرید التماس. اگه تو نگیرم دیگه من جای نوار برداره دا فقط همون نوار برداری تیری ورزش با کی مونه بچه ها با مونه کاری بچه ها مونه ها ایجاد نکنید. یک بار دیگر بس تیس مطرف میدان با جمع شده. دیدی؟ کارمندای محترم حفظی خوب کار مشکل تر می شود، اما ترتیبات شما اونجا جاری کنید. آدمی بیگانه بسیار شد، مانعه کار باز مشکل تر. گوشتی گیرن اینه بچه ها. ایرانی بچه‌سız گرفتن. همه کمانای سازه ایرانی. الله خدا حالا زدش. سایدالدین صبح‌الدین به هر وقتی با طبق یکم دا طبق یکم ارزش کردیم سعادت میدان طبق یکم صاحب شیاف این پهلوان از حصار سعید رحمان قادرov صبح‌الدین خلیلزاده اون طرف هست بکن
حلال اما سید رحمان و برادری همدسته غالب آمد در مقابل محسن جان از ایران. هر دین اون طرف آمد. پاکتاف از محمدین اینا فریدون حلال. نه فریدون اینه فریدون میگه این است. یکی اعلانش نکنه یک جایی بچه طرف شاجایزه را کارمندان این سیخوف آزاد گذارید. بچه ها زیاد شدن از این منطقه. در میدان یکی از ستاره های منور، یکی از پهلوانان خیلی دوست داشته مردمی جماعت صفحه چشمان شادمان رضایف و نورآباد خوش آمدید. هنر این چهره را هر کسی که در زبانش نام گشتین ملی باشد خوبتر میدونم. از شهر کلاب است به تنتنه نوروز نورآباد خوش آمدید. کسی گیرد توفه خوب میمونیم. مرحبا پهلوانان. آها نمی فریدون پهلوان اینا دولت پهلوان از ناحیه رودکی تیمور رحیموف. نه خوب مجبور نکنید. کسی اومد با شادمان رضایف کسی باشد معرفی کردیم. تحفه ارزنده میمونیم. بچه های لیاقتمند باشد. من خواهش میکنم اشاره من به خاطر نگاه تیمور همین بود. پاپا نشد جری نشد. سنت الله لایق‌زاده در میدان. پهلوانان دیگر هستند. دولت با دیگر کس گوشتی گیریدو. اکا سودیا تو بخو نام حاجی اکبر از جرگتال. از کجا؟ جرگتال. تشکر. ناحیه لخش. سعید حیدر شهر کلو. عبدالله سعید خواجایف دستور دهنده ورقه های مکافات مسابقات. سعید رحمان ها اینا گیرن. با شادمان رضایف کسی گوشتین گیرن توفه نقص میمونیم. مکافات خیلی زیاد است. مهمون ها باشن قدمشان خیر مقدم. هر کسی آمد مرحبا. دیده بعد مکافات میمونیم. اینا رو معرفی کردیم. اینا رو دیگه عبدالله یک قالین توفه حاجی اکبر لخش. سعید حیدر شهر کلو که ساربان امانالله زاده او چتری دخترای گمش نکنه. شبکت تی خوب میشه. بیو کی علی جانی سفرعلی ناحیه مومن آباد. اسکندر ناحیه رشت. داوری بیکار هست. بیا عبدالله علی جانی سفرعلی مومن آباد. اسکندر رشت. با شادمان رضایف هست یک نفر. نشد. تشکر.
رحمت‌الله بیگ فرهادوف استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان ناماشنا از شهر دوشنبه خوش آمدید به تنتنه نوروز نوروباد معروف تنظیمگر موسیقی بجا شدم و معروف خب تشکر علایسته بچه ها در میدان شادمان ریزایوف رحمت الله بیگ فرهادوف سنت الله لایقوف عظیمانجا چه بنایسیم نومی ما محیدین اسدالله زاده بیا ما میگم کسی گیرم با همینا گیرم نگیرم 985 توجهتون 51 تشکر 06 با همین بچه هایی که ارزشمندترین 985 مکافات هم میمونه 06 00 گپ سری توفا نمینه و گپ سری عزت و اکرام که اینها از کجا و کجا آمدن رو بندی اینا بندی ها تشکر شو راستی ها را معرفی نکردن نمیدونیم کیه نشناختمش اما فریدون را فرید کردن یکی نگفتیم یکی جا که بچه ها همینا باقی میمانند همینا هستن اینا 4 نفره معرفی کردیم پرتاف حلال تشکر پرتاف پهلوان حلال سلامت باشید شیرزاد شهر حصار جباروف الهامدین رشت عبدالله براکی نکیده بچه را مکافات شنو گید بچه ای که علی جانی سفر علی رزد همون بچه که ارزنده اینجا بیو این همی 4 نفره در یک چخش که بیا اینجا علی سعید غلبه مبارک کار در جرگتال رنگی دیگر میگیرم نه فریدون کتوشکو و کلام میرا قولیم و جرگتال تشکر سلامت باشید بیو اسکندر همه تیمرو مالکه چیه؟ بیو همه اینجا بیو سنت اینجا بیو اینجا بیو همیش علی جانی سفرانه در ترا بیاری در کسان کن فریدون چیه کرده نزدیک که روح افزار قطعی همون بچه که قطعی بچه که سیمش شخص را یک جایی که نروباب نگوه که بود پلادی نکن باز یک تش از سنگار گفتن بایدو روح افزار شهر کولاب این بچه از نروباب کشتی کدر قطعی ها جانانه برنده جایزه های عالی مسابقات با نفوذ است آمینه اینو یک تش نحبت دادی در برا میمونی چینه بهادر کار ما نکریایی بیو نه اول نگیرید جفت های سعیدی حیدر شهر کولو عبدالله ناحیه راست نمیستم اونجا چطوری این هم 2 غلبه دارد این هم 1 غلبه حالا بیست فیجا اشان جان این 1 غلبه دارد عبدالله 2 غلبه دارد خب یک قالینی 5 به 3 توفه هر دو بچه های کولاب شهر و رشتان زمین بعد روی بال عبدالله سعادت میدان تشکر خب چی گفت اونجا کی
نه ولی ماشینا را یگان کسی فکر نیست ولی ماشینا را نمونده سلامت باشین کچ است همی افیر چخیل روشنش داده دوستی محمدی بولتوشوف مسچاهی بوستانی رحمت الله بک فرهادوف شهری دوشنبه اینا فقط کی مونده رژیمون دو شدمون خب به هر دوش بار عبدالله توفای هر دینا را مایا کنه براتشون رو کس کرد بختی پرورش از چاه بنا رو بود آمدن خلاص یک غیرت برادر عزیز خوش آمدیم فرهاد رحمت الله بیکوف استاد ورزش درجه بین المللی سرمربی منتخبی جوانان گشتینگیری شهر دوشنبه هم درست چی شد مساوی سید رحمان و صبحیدین رقابت چون نتیجه بخش نشد هر دینا بچه های یک کالینی پنگ بسی تشکر به هر دوی بالا برو اکرام و عزت آمین تشکر خوابی بچه ها رفتن نمیدونم هست نیست پلوانا او طرف اومده است اون او طرف اومده است من به این طرف هم می کدمش میگن معرفی شو کرده است خب تا شو هست که رحمت الله بیک براتتون نکنین گیرین دستی رحمان الله دتیه دو خب توفای هر دینا را کی نجاشون رو دوزد شد آمد کی توشف آمد رحمت الله بیک آمد و هر دینا بچه ها را جد پیوانده که لیبینمی یکم در رحمان علی دوباره که هر دینا را که شادمان ریزای موند و محیدین اسدالله زاده دیگه همه رقیبش هم پیدا کرد تشکر برای توجه تان یک باری دیگر عید در نورآباد مبارک باشد همه مهمانان باری دیگر خوش آمدید صد فویز باشه تماشا که وقت شیر نامه جونم با خدو اولی بچه خمون نگی تفاصیل داد
تشکر سلامت باشید که معروف ها فرصت پیدا شد باز آهنگ های جالب و دیگر باره زمزمه کنم. شینید بچه ها آقای برمن اغلو و عارف دادو که علی داد این بچه ها را اینا را سفر برکنیم جانانه را با این برونه که از کلوب آمد از نتیجه های بهتر در قهرمانی جهان در چمپیونات آسیا در 2 مسابقه 3 مسابقه بین المللی در پنجکن تو ایسترفشن و خاروخ همینجا نمره مرا کی میدونه بنویسم ما دیدین سازی 985 51 06 09 185 51 06 09 با بگو 985 51 06 09 کی میاد نبنایسن نمره من اینجا ای همه جو هست برادر همه منطقه هست پهلوانو نشده پهلو اکن در میدان یک توجهی الهی داور است خب چیکار کردی؟ آمینه رستم و آمینه خیرالله از کجا؟ نام رحمت الله بینا بستنو دستی آخری نورسا جانانه با پهلوانی نورابادی در میدان جانانه بچه هایی که گفتیم با شادمان ریزای پسیدان طلبگاره که توفه ارزنده تر مونیم برادرو مهمان ها باشن پهلوانان ایران الو انا میگه حرمای نزده ایمان یا کی دخترها و تسکی بونش با ما بگیرم خدشه بوری ها این طرف بیدا چی شد کاری اونو تمام امیر جان حاتم شاهزاده تشکر از نور آباد آمدید خوش آمدید سعادت مندی میدان بینید پگاه میدان سنگوار و داغیه دوردستی او میزنه شنگه کنه دختر میزنه نه دیگر منطقه خوبادیان شما انتظار سلامت باشید الله برنامه خدا پرتافت جانانه حلال آمینه خیرالله و پهلوان رودکی با خدا ببرم پرت برادر دل خدا در دل من بده در دلت خلیل نیست ولو بستیم فضای ما بزرگ شد هم آمد رو آمد ما بام خیلی میا با خدا کنجی بدم بچه ها رو قفاتر برید که متصدی که سبزی جان بچه های نیم بچه ها کیان افیادم های زیادتی بسیار شدن بچه های زیادتی بسیار شدن خواهش میکنم قفاتر برید
سعید رحمانو برقه را بکار کنید. تشکر. برقه دیگری کی را گیریدو؟ عمر با پهلوانی رشت. سعید شهری کلوب، سعید مختار نورآباد. سعید مختار ساعت ده تکم سه. انا بو ساشماک پیروز دیو نیسته. دیو نمیدونم هستن نیستن به او فرام. برای بچه ها را کفتر برای نگه ترتیبی میدان داره تو نمیشه گفتی مولا داره اینجا. در او گلیم هست یکون بچه بکر. سعید خوجه چی شد؟ نتیجه اونو مصابی. تشکر به هر دو. کی صفی الله شهری دوشنبه، برکت الله نورآباد. کی عبدو کی بادو بازی چک شون آنجا گیرید. برکت الله رو با کی صفی الله شهری دوشنبه نورآباد. ورقه شون رو نویسید عبدالله این طرف پرتیدو. بچه های ازبکستانی باشن اینا در میدان شادمان رضایف هستند. گوشینگ نوحیه نورآباد. کی درست مالی گامش شادمان را اعلام کردیم. رئیس حکومت ناحیه نورآباد توفه‌شان ماندن ابتدای کار بود. پگانه روزی دیگر پیرکیت که هست سعید جلال سعیدوف، تیمور رحیموف برادران محبوبی نقطه ها را خوبتر و مشخصتر میدونم. دستوری خودی سرمربی هست که کمتر جاشون گرمتر باشد. میگد اکا همین وزن گران برای من کمی مشکلی دارد. کدام پهلوانی دیگر منطقه باشد من آماده هستم گوشتی گیرم. خواباله بیست کنی همو بچه ای وای عبدالله سعید خوجه. ای نورآباد بود جنانا ده کس اشید میزنم ده پلوان اشید میزنم. ابوبکر شیروف هستم پهلوانی ناماشنای تاجیکستان از نورآباد. ابوبکر شیروف خواهش میکنیم یک بار نزد هیئت داوران بیایید. تشکر به حضورتون برای هنرنمایی جالب برای اشتراکتان در این تنطنه نوروزی نورآباد. باری دیگر همه شما را به این عید باشکوه به گشتین نورآباد خیر مقدم میگوییم. ابوبکر شیروف صفی الله پرتوفتی پهلوانی که از این منطقه است. حلال تشکر برای هنرنمایی. نشد تشکر. گوشتینگیری هرده پهلوانی دامه میابد. مهمانای ارجمند من یک بار دیگر خواهش میکنم و یک بار دیگر از ابوبکر شیروف دعوت به عمل میآوریم که با یک جهان صمیمیت
پهلوانی ناماشنای تاجیکستان از نورآباد نزدی سرداور مسابقات بیاید. ابوبکر شیرو. عمر برادر این پهلوان ها را در میدان است. آمینه خیرالله از شهر کوبا عارف داد و با پهلوان ایرانی هاپا ها 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 نشون انا چری گوشتین تاکه چورانی چیارا برهمده یک ایلاج کن کارا جانا کن رفیق گوشتینگیری جوان است تجربهش تا اندازه کافی است که تا این مدت استادگری کرد. تشکر زیاد از حضور همه شما باری دیگر خوشحال و سرفرازیم که به نورآباد آمدید و عید گوشتینگیری را اینجا شهامتی دیگر دادید. آخ آخ آمین. از وضعیت اصول کمری خیلی خوب برآمد. آفرین. صادقی ایرانی برادر محبوبی میدان امروزه نورآباد هستم. خواهش میکنیم صادقی ایرانی یک لحظه نزد ما بیایید. چه شد رحمان علی؟ تشکر. پرتافتی عمر شیروف حلال. برادر عزیز یک بار دیگر خواهش میکنم که راه آزاد کنیم این طرف. نه نمونو که مردم بیچاره خیلی چهرهشون با یک آدم ستاره معروف نمونین. برادر عزیز نمونین. همین میگه اعضای آدم میگه که من در کدام صد هم همین ما و گوشتینگیری قطعی همین کی مثلا تیمور رحیموف کی باور میکنه میگه پا این همین کار رنگی همونایی نه اون بچه و نه صبحدین هر دوتون یک ترتیبه. خواهش میکنم یک بار دیگر نظارت کنید بینین بچهش مردم خواب نباشید. در رسانه های خبری دنیا در سامانه های ابرقدرت روسیه گفتن که یک شیر بچه تاجیک داو و شکنجه و ستیزه پهلوانای جاپانی را داد. اما ما آدم این همه آدمای ابوبکر شیروف پرتافتی مسابقه گرند سلم رو دیدیم. ستیزه های داوران را دیدیم که گریه سید جلال هم دیدم که افسوس و ندامت های زیاد خورد که وای بر حال آن داوره که همین وزری را انکار کرد و حق را به حقدار نرسانید. لیکن قلمی برای روزنامه‌نگاران برجسته خصوصا از روسیه صفات تاجیک پسر نورآبادی را به عرش اعلی برد. ما از این چهره افتخار میکنیم. رئیس محترم ناحیه نورآباد با سرفرازی از فتوت و هنر این شهروندش قصه کرد و حالا برای سپردن تحفه ارزنده این چهره را نزد رئیس حکومت ناحیه نورآباد میبریم. تحفه عالی مکافات ارزنده 10,000 سامانی. احسن و آفرین. قدر و قیمت و منزلت و اعتمادی انا همین آدمو که پرچم بردار ملتن، انا همین شخصیت های محبوب به
و مثل رئیس حکومت ناحیه نوروباد میدونم محبتی فرزندان دیگر و کشتن اجدادی ما دهکن می شود. یک جهان سپاس رئیس محترم به همتان بار دیگر برای مهربانی و حضور در تنتنه نوروز نوروباد عرض سپاس و تشکر. انا یک تنتنه موسیقی را معروف جان جور کنید. کارمندای عزیزی حفظی حقوق همه برباد شد. از کلانکه ها دورتر بمیر بچه ها را آواز علکه پخش کردن، همه را کار نادرست کردن. خزید کی انا گپ دمی کلانکه ها را آزادتر کنید که سخنی مرا بفهمم که چنون دارم من سعید محمود جان اینجا بیو این اکی رو جمعت کنید حالی بس حقیقی معروف بس حالا چری حلال تشکر با ابوبکر و با ستاره درخشان گرانوزنهای جدای سیاره تیمور رحیموف رئیس محترم نورآباد 25,000 سامانی مکافات نوروزی تقدیم کردم. سپاس و تشکر. برادری التماسی ما از ایران اگر این دفعه مساوی کنم که علی بیک فکری برادر را بینه که در بوسیل و سفر بریش نوروز کریمزاد موظف است. گذارید آقا جون نه که آقا الان میگویم که مساوی در نورآباد مکافات ندارد. من خواهش میکنم برای این عامی ارزنده مردم نورآباد شما اندکه با سرعتر و جالبتر میدون داره کنید. تشکر. ورد شو نگیرید ورد که این بچه ها رو کید الهام الدین جباروف چهارم قبازمایی الهام الدین جباروف رشت شرف نورآباد. این نورآباد رو رفت شد بکو باید دیگر جا خودی میگرفتن اینو. خب تایسون آمد رقم مشخصات ورقه تحفه و گرفته این پهلوانان را معین کنید و اونجا رو بید. دمی کلانکه را نگی برادری عزیزی که نمتا میگون ای برتر بیسته جمع خون ای برتر استید و گران وزن ها بیایید. یک خان تبزن جنونه نیه که اون یک کمیش همه زنن نه جنونه با برمان شاهرخ زمانوف از نورآباد. کم میشناسینشون هرکی شناسینش اقل برای یک قرصه کنید کم دلش گرم شود. این تایسون از کلاب آمده. نام اصلیش زیارت شاست. کم به همون قیافش به باکسچی مشهور دنیا تایسون که شباهت دارد از این خاطر تخلصی تایسون گرفت. خبر دینو یک خلدلی که 5,000 سامانه به هر دایز بالا برو 7,500 خیلی با که شما کفالتی نرخه میتید من دیدم درست او خلدلی جای مایده نه برادر عزیز 12 بلندیش. تشکر بچه ها میدان نورآباد اکنون رنگی دیگر میگیرد. اکنون کلی شریف ما پشتی کلانکه دایم بچه های گرانوزن بیایید 3 جایزه اکنون
گفتی که دیدی بچه؟ پروست و پد نمیشود و هر کس بچه ها در بگو دو دیدن دور لااقل غلبه داشته باشد. در حالی که اهو چکنن دیدی؟ نه شدید خب شادمان رضای فتافش گفتیم بچه هایی که از نام رئیس حکومت ناحیه نورآباد 2000 سومانی تحفه به نام این پهلوان گذاشته شده بود کمی توقف گشت و طولانی ترین حالتی که ما مکافات این پهلوان ندیدیم و رقیبش پیدا نکردیم تحفهش هم میتیم کسی که باز نیروسنجی و قدرت و همت و غیرتی در بری همین چهره نشستن داشته باشد باز با انعام و تحفه های زیاد داریم. مبارک باشد، سلامت باشید، تشکر. این ارزنده است با انعام عالی با تحفه های شایسته. من خواهش میکنم که یک بار دیگر بچه هایی که نو از خوناب آمدن به میدان بیاین. اینا یکی عالم افروز شریف جان نظریف، فیردوس نسیموف و محسن سومدینوف از ازبکستان. بچه ها بیایید، مکافات عالی با یک دور دو دور گذاشته نمیشه و از این خاطر شما باید در دور اول دویم میدانداریتان روشنتر و با غلبه باید انجام یابد. عالم افروز عبدالرحمانوف ناحیه فرخار، سعید مختار ناحیه نورآباد. که سوز بتیم وقت سه پالون اشید میزنم. یک پالین یک جفت لباس ورزشی گشتینگیری به هر دو بال سعید مختار و عالم افروز اینا تیز رفتیم کار اینجا انجام شده. این بچه ها هم میتونم با میبینم کلانکه ها نه، کلانکه ها را دم شکشای نه بچه ایزان تیب دور هیچ ترتیب نشده آمدین همه بین میدان آمدن این کاری بچه ها همه رای کلانکه را آزادتر کنید لااقل دمی سودیا را آزادتر کنید سرداور کارش بردن میتونه بعد بچه خاطر من بعد اعتراض های زیاد به همین خاطر است تفاتر اول از همون کلانکه هنچه دورتر باشید خیلی همه این موجودیت ما صدای ما فهمیش همین مردم همین در همین قدر به وقتی و بارانی زیاد به همین خاطره که کفا فهمه معرفی ندانه مکافات های رئیس حکومت ناحیه خوب تبلیغ شوند گشتین اجدادی ما به همین وسیله در نهادی نسل نورست جای علایده خودش گیرند. هدف کاری ما همین است. این فرهنگ است، آداب است، تربیه است. من خواهش میکنم که همین پهلوها را به نظر گیرید و کاری ما مساعدت کنید. تشکر به کارمندان محترم حفظ حقوق. سودیا تا بخون پهلوان های ایران همش برود داشتن اینیش هم برود دارن. خب تشکر. کی موندی بچه ها را عمر برین عمر مانین اینجا رفیق شبرین اونجا سودیا تا بخون در ناحیه لکس مسابقه گشتینگیری برگزار میگردن. برادر عزیزی به اینجا بیام توفه ها فردوس شخصی متصل خب بچه ها را این طرف برید بچه های دیگر اینجا بیارید اینا این بچه را به همین پیوندید. اینم ساز است اینم خوب است. خب تشکر. عمر میدانداریش خوب بود برادر عزیز. فرزندی پدری ابوبکر شیروف رئیس محترم ناحیه نورآباد میگویم
یک تلویزیونی پلاسکی ای ارزشش 5000 سومانی تحفه پهلوان کلابشهر و پهلوان نورآباد به هر اقبال و اکرام. آمین. داور تز کارا بیپیوند. باز یک اقدام رئیسی حکومت ناحیه نورآباد با قهرمان جهان میان استادان سامبو محمد شریف سلیمانوف. کنی استاد از جرگتال خوش آمدید. با اون خاطر که شما مرا صبح امروز زنگ زدید اطلاع گرفتید که گوشتید می شود. قدرشناسی شما را رئیس محترم به دیده پذیرفتم. یک قالینی 3x5 تحفه استادان گوشتین تاجیک و 2000 سومانی دیگر در بالای آن همان قالین انعام نوروزی به محمد شریف سلیمانوف تقدیم کرده می شود. زیهی ای ابرمرد میدان گوشتین تاجیک در ونج باستانی این را زمان میدانداری کردنش پلنگ ونج می گفتم. بسیار فتوت و نیرومندی و اکرام و عزت بزرگ داشتم. حالا هم به حیث سابقه دار همیشه مربیان را راهنمایی و رهبری میکنم. استاد محمد شریف سلیمانوف خیر مقدم دمی کلانکار آزاد کنید. انا نو فعال شدم و کارمندان ارجمند حفظ حقوق یک جهان تشکر. انا اینو میگم کار، انا اینو میگم که نظامی میدانداری. سلامت باشید. دستتان درد را نبیند. انا خسکی و بکاش هم همینجا سر کنید. رحمت و پدر تشکر. آقای برمن آقلو خوش آمدید به نورآباد. خیر مقدم حضورتان به نورآباد باستانی. خیر مقدم. انا تشکر. انا رئیس محترم پلکانیک یک جهان تشکر. خلقی بسیار سپاس بیادت. میشه دست کن. نه میشه دست کن. تشکر. سلامت باشید. نورآباد چرخ بالش. حالا عکس برداری لحظه های جالب را سعید نوردینی امیرشاه، انیسی تاج‌الدین، ساربان میسایف، ساربان امان‌الله زاده و همه شما برای خدمت‌های ارزنده‌تان سپاس و تشکر که زحمت اینها را به مردم تلقین میکنید و محبت گوشتینگیری را توسط رسانه‌های خبری بیشتر انعکاس میکنید. سلامت باشید. نوروزی کریمزاد تیمور ملیک این چهره چیالا موتیالا هستم. خیلی نام هست کوبین برکتم هست. تشکر. موتیالا از نورآباد. هر دو اقبال و زفر. اکا عبدالله جان چکه کفالتش در دستی خودتو کی جان اشان جان خزینه داری کی بود رفت. تشکر. با علی داد رعوپوف برادر محبوب باباهی جان با کارمندان محترم فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان خصوصا عبدالله سعید خواجایف کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی گوشتینگیری برای کار شایسته‌شان، برای رئیس فدراسیون تازه انتخابی منطقه رشت و گوشتینگیری لایق زاده محمد صفا برای همکاری و همبستگی کاری این لحظه اینا سپاس و تشکر. و بعد یک جهان تشکر به نام برادری عزیز کسی باشه این همی چطور داره که بری مانده که اگر در ساعت اول دیدار شما ما را همراهی بکردید نوران علا نور میشود. تشکر. یک جهان سپاس. همین از ترتیب مناسبت، صمیمیت، هماهنگی، همکاری و
دوستی جانب ها حق نظر نظر کو بچه ها بیاید در نورآباد با آسانی جایزه گرفتن نمی شود. ترتیب میدانداری را سرداور گفتند ما رقیبان را میبینیم و مشخص میکنیم که پهلوانا چند دور گشتین گرفتن با کی گشتین گرفتن. بعدا دور بعدی را معین میکنیم برای مدعیان 3 جایزه. خب نجیب الله فریدون میر شریفوف باز کی است؟ شرف جان از مجخر سید مختار بچه های نورآباد. این مشقت های رئیس محترم به خاطر آن است که شما فردا کار را در ترغیب گشتینگیری بهتر برآمونید. بیاید میدانداری کردنتان مهم، در نظارت هیئت داوران کارتان بهتر، میدانداری را با پهلوانان دیگر برآمونید. خواهش میکنم نکی رنگی نه ایره که نمی نه برای بچه های چکریچی نیجا نیاره. فقط زور این ساعتی ممکن ساعتی اخیری کار باشد. بچه های چکریچی التماس فقط چی روید لفظ سنگار دیگر جا روید نشد بر منادلو دستتان درد را نبیند. نیچیه مساوی آقا جون شما از این تاجیکستان آقا تخلص میبرید بر مناغلوی مساوی 3 دور شما رقابت را مساوی کردید. به هر خوش آمدید، بسیار خیر و مقدم. حضورتان برای مردم نورآباد شرف است. یک بار دیگر خوش آمدید. تشکر. سلامت باشید. نه برای مهمان گشتینگیریشون تمام روید. نه لازم نیست ولی روید اینا راحت باشن. اینا گشتینگیریشون خیلی زیادتر شد بیشتر شد. بچه هایی که هستن کی تاشو اینجا بیا کسی گشتینگیره با همه گیره اینا بیا حق نظر نیست. کسی که گیرد میگه جایی برگشت ندارد. اینا با محمد اقبال تاشو هست یگان پهلوانی دیگر نه کی چکریچین نه گشتینگیر کیای نجیب الله این همین نجیب الله سعید شهر کلاب نجیب الله نورآباد این دو کس هستند. این هاش برود کاروش نیچه کارنا بروما امی وطنداران میگن که اوشا جامگیر کرده. همین بچه را چی نگرد؟ نجیب الله را همه مسئولین و متصدیان و وطنداران میگن گشتینگیری نبزد. سعید هم 2 غلبه دارد. پهلوان شهر کلاب تشکر به میدان بیاد. دمی کلانکara بگیریم کی؟ دمی کلانکara صبح دین این طرف بیاد. اکای شکل پردار رای کلانکara
زودتر آزادتر کن. با محمد اقبال تاشق هست یگان نفر. پهلوانای ازبکستان هستید بچه ها؟ محسن جان چند نفری دیگر بودن ها؟ برمن اغلو، آقای برمن اغلوی ایرانی، خواهش میکنم اینجا بیا، یک دقیقه کمی شما اینجا بیا. برمن اغلو، نه برمن اغلو را بیارید اینجا. نه مکافات شدیم. خب از نام رئیس حکومت ناحیه آوازداری نورآباد صالح زاده فتح‌الدین حسین برای تشریفتان 2000 سامانی مکافات نوروزی. خیر مقدم عید نوروزی مردم فارس و آریا همایون و فرخنده باشد. خوش آمدید. تشکر. نه سلامت باشید. رحمت کلان. سپاسگزارم از حضوری مهمانانی والا مقامی ایرانی. بچه ها 3 جایزه طلبگاراش اکنون در تلاطم زدن. اینجا بیا ها. این هم یک تشنه شادمانه مثال برمن اغلو کنی آقای ایرانی. یک بار دیگر خودت نمایان کن. آقای برمن اغلوی محبوب اینجا بیا. مکافاتی رئیس حکومت ناحیه نورآباد صالح زاده برای حضورتان در تنتنه نوروزی نورآباد. خیر مقدم. میشم برا سنجلال تیمور چطر توسکلم کمم کی سنجلال که خندید تیمور که سر زجمون این معنی نداره که حق خردندن. ای بحر و سعادت صداقت میدانی نورآباد یار باد. یک تک خلبیدی که 7.5 سامانه یک کالینی 5 بسه در که هم بگو دیگه هم بخند و هم بگو همه. یک تا خلبیدی که 7.5 سامانه یک تا کالینی 5 بسه کفایه. بحر و اقبال سعادت میدان یار. امین. ایدی متمتم کنی معروف معروف بهاد نال معروف. یک ایدی متمتنی گشتنی نورآباد را به زمزمه هنرمندی محبوب جلو دهید. معروف شلپر و خسته شد در بخی بطه پوش ماند.
که بچه ها را تفاتر برده اینم نفس اینم بچه کم نفس این دارم که بچه های نوروباد کمتر امتیاز دادنشان با اون خاطر است که مربی هستم حوث آرمان از این سال به اون سال دارم وطن دارم همونایی که ارزنده هستن و غلبه دارم ماندن که گوشتیم گیرم با میدان یکی از پهلوانان ناماشنای تاجیکستان برادری تیمور رحیموف اولوغ بیگ رحیموف آمدن خیر مقدم اونجا گذارا توفه نقص داریم مکافات های بهتر از برای پهلوانانی ارزشمندترین و عالی ترینی که موفق میگردند و میدان نورآباد را زیباتر میکنند. تشکر. طرف کلانکار آزادتر کنید فقط گفی ما یک سخن بچه هایی که با اولوبک هست یکم طلب رو مهمان های ازبکستان بچه هایی که هستید از تاجیکستان خواهشمند افزودتر کنید کار برای 3 شو جایزه خیلی طول میکشد برای همه شما باید خودتون نشان دهید عقب نشینی نکنید که من مدعی هستم یا نیستم آقای برمن اغلو میگویند که با رئیس محترم صالح زاده برای لطفشان عرض تشکر مرا رسانیدم. یک جهان سپاس برای مهمان نوازی که از دیروز ما در نورآباد هستیم بسیار صمیمیت کردم از کلچه های قند و نمکدار لذیذ نورآباد بسیار نوش جان کردم میگوید من بسیار خوشحالم خود را هرگز بیگانه نمی حسابم بدون مترجم بدون ترجمان و صاحب خانه میگوید خیلی گفتگو کردم خوش آمدید نوری دیده اگر رئیس محترم میگوید که یک بار دیگر لطف کرده همه قالبی تخلصی مساوی را از اینجا دور کنید و سلامت باشید سپاس یک بار دیگر به میدان می آیم رحمت کلام سلامت باشید اینقدر مهمان نوازی کردید اینقدر صمیمیتی که بود ها گپ اصل نورآباد است کنی ابو سعید احسان اصل نورآباد لذیذیش میگن با کلچه های کوچک میده هستن که اونا خیلی شهرت دارن حتی سرور محبوب تاجیکستان هم از همون کلچه ها در نوروزی های آدرس می شوند شما بسیار عاقلانه احساس کردید اینا تشکر اولوغ بیگ در میدان است پهلوانان مهمان مرحبا میدان نورآباد رنگی دیگر میگیرد خب تایسان چی شد کاری شما رحمان علی جان بینید بچه ها را وقت تنظیم کنید دیدید که از قیافشان از حرکتاشون نتیجه بخش نیست بگذار کارشون مساوی شود و نفرهای دیگر گیرن هم وقت تنظیم شود هم ناامیدی ها رفت کردن هم خرسندی در نورآباد زمزمه کنند هم توفه های رئیس محترم و هم
خاطر اینام توفه زیادترن خواهش میکنم که وقت رها زودتر تیزتر اما هر کسی که توجه و توکل کرده ها کارش رنگی دیگر گرفت میدان خودش همه را نشان میدهد پهلوان هاپا طلاب شهر و عمر شیروف هر دونا هم کشمکشیشان درازه که نظر الله آن دختره جانونا با گریخته است اونا اون طرفا پاریدون نمیدونم میبرن دیگه نمشانه گریخته استن کلانکر همون مسافر خطی بچه ها ایحاطه کردن پروشکیش در دستش همون مسافر در نامش مورم همین کلانکر که مردم مرا نمیشنوند و تعطیل میکنم SMS پیامک ها میبیاید خواهش میکنم یک بار دیگر این طرفتر ایستاده همه هستیم و مخلصانم ما به اینها هیچ لحظات جالب میدانداری را وصف کردن نمیتونیم قدر اینها را دانستن در کار خواهش میکنم که راهی کلانکار آزادتر کنیم سیدالدین از رشت محیدین روغون یک قالین پنبسه توفیق هر کسی قدرت و غیرت دارد که وزنها را بیلید در میدان این را آزادتر کنید بچه ها را با میکردیم به لغمانه بگیرم خدا میترسم مردم نمیدونم شکر محمد هست نیست نمعلوم چون نوشانه گریفته استن محسن هست اینا نوشا گریفتن ازبکستان محسن جا پیش قدم زنا یک تا اشتوری کاری کلان در طبق سفیده که محسن جان صاحبیش کرد انا بچه های تاجیکی اصیل میدان از دلر شطور این جایزه خیلی ارزشمند است نوحیه نوروبای گوشین در نوحیه نوروبای بچه ها از پهلوانان وزنشان میانه ورزشگری رشتان زمین محمدین 3 غلبه دارد این برادری که عارف اگر برادر عارف است از کولو خیلی گوشتینی خوب بگیرد آفرین به هر تشکر اکنون داور نگاه کنید فایده مرمد را صلاحیتی کار با زیمای همون یا گیجه یعنی داوری را شیوهی حق و عدالت گفتن معرفی کنند امر ناحق پیش مردم
شکلی داور بشکنم. بچه ها میدانداری هر دینا نه خیلی خوب است. نه بچه های تگیری گشتی گیرم. انا همون شامشد نیسته دا تو تنها بچه ها هستم ماشین باید ببرن دا ماشین صبحیدین اولوغبرگ محسن جان در شطور محسن طبق را صاحبی کرد. کسی دعواگره که من قربانی میکنم اینا لقمه تیار است جلال. کسی که گوید که من در عید قربانی میکنم اشتر در نوراباد برای ما زیرم. سیمومین هست، حق نظر هست، دادا خان قربان علیوف هست. بچه ها بسیارم میمان های ازبکستان هم و دیگر هم هستن. بیایده که میدان دیگرتر کردن رنگ و شکل هنرنمایی بالای گلیم از مسئولیت شما وابستگی دارد. تحفه از رئیس محترم صالح زاده برای پهلوان ارجشمند انعام نوروزی نوراباد. دیگر از این رقمخوری چی میشود؟ یک دور اشتر اگر بختش آمد کند و محبتش قوی‌تر و گشتنی اجدادی ما باشد باز میدان بعدی غالب را انتظار است. برای همه را معرفی کردیم. تشکر ها. عبدالله سید خودم ما از محبت گوشین بگیم روح افزا در همه گوشین های ملی ما ایکولا با نوراباد آمده است. رحم و شفقت و محبت یمی دختره که به نظر گیرید یک کلمه در گوشه ایگه در گوشین گیرن اینم از اون طرف رو بید دخترکا را هم مو یکا ماشینا نگیرتن آده ماشینا ماندگی نیستن ولی پروانه بخواد بسیار ماندگی حتی های محسین کدمه میگیرن میمونن ماشینا با گله می پرا دیور نیست از من کامera را پیش کنم جزیر میشن نگاه کردن اینا ما پیش کردم اینا دیدی چی میشه همش پالونو دیور نیستن دادخان اومدگی های انا کروچی bu kime gavlaya tega Uzbekistan akon Muhsin Palon Uzbekistan
اومدگی امی جان اصلا از نمبرش کرده کی تشکر توفای هر دنیا دوستان سلامت باشید اون تایسنی کلوبی هم به نظر گیرید هر کشتیگیری خوب هست شرف هم بود مهمان آنجا مارکیت برای هم دو نبرویا چکی ای راوف زوده فامیلی نام اینا تایسن رحمان علی رودکی هر دوشون میشون شطور محسن بچه ها هستن طبق دویم موزی با پیدا میشون تستر کنید با محسن در اشتر کی مدعی باشد اونا میدان از منطقه روز رحمان علی رودکی نه نگیری زیارت شو شهر کولوب حسیم 2000 چیه اخین؟ در نومی کم مونده او را؟ نمیدونم اخلا دور شدگه با فکرم که نمیگیرم اما چه کلونو برمه هستن دیگه کی بگیرم؟ که مالک شما نوی صدقه ورقه زیادلو زیادین زبایدلو یا توشتم کامرا میبینی؟ اینه بچه کلوبی زیارتشو نم دارد شهر کلوب زیارتشو این بچه رحمان علی رودکی ازبکستان هست محسن پلون اومدگی طبق محسن گرفت شما روید علی دود نیست با محسن هست دو کمتر هوا بارانی شد که عبدالله سعید خوجایف سعید خوجایف خب ما طبق دوی موزی چکار بکنیم ولی نیافت تا محسن حریف خود چه نیامد طبق دوی من نمیپندویم بچه های تاجیکستان هستند با محسن شطور توفه عالی هست یک قدم با شاه جایزه من خواهش میکنم بچه ها که آمده باشید دادا خان شریف جان نظریوف بچه های تاجیکستان این دوره اول از فردوس نسیموف دوره اول و خیلی نزدیک به مرحله شاه جایزه است نه حال مشنه نموندن کامیابی بچه که تنظیمگری اپاراتورچی رحمان علی بین بچه را زحمت شدن اگر راضی باشن برای مساوی با دیگر کس گیرن قدرت و توانی بزرگی هر دو عالی تشکر با تاش و فهم سپاس تحتی را برای فریدون و مرزا جاوید و میدوفا تقاهایش تمرین میکند و دوشنبه شهر آمد و رهبری مربیگیش را رؤوف حکومت و با دوش گرفت شادمان را میدانیم این هم پهلوان خیلی ناماشنای تاجیکستان است تشکر پیده کیت که دارد کم کم به نظر گیریم بچه ها را زحمتشون برابست نروند و ریزاگی دیدی هر دوشون خاطری کتر یک کفوتر کماندیره بچه ها کتر کفوتر بر کار جلو کرده و شمایی مدارت کارهای داخلی در ناحیه نورآباد برای نظام و ترتیب و مسئولیت شناسیشون در ترتیب و انتظامی میدانداری باری دیگر تشکر بچه ها را باز کفوترها این منطقه را و منطقه کنار راست چسبانید محسن تیز بیاد
پرویز عبدالرحمانوف با پهلوان تاجیکستانی هست یکان طلبگار فردوس بینم شریف نظریوف دادخون کیا گو پهلوان ما حق نظر خواهی پیدا که این خاتمه کار ساعت چند کی صبحی خرید چون یک ساعتی دیگر وقت داریم ما حالا تصدیق نکرده معین نیست میدانداری کی برای 3 شو جایزه طلبگار رسوده گپ سری همه میره و تسر کردم بکن تشکر زیاد سلامت باشید از نام رئیس محترم ناحیه نورآباد با محمد اقبال تاشوف و شادمان رضایف برای هنرنمایی خوبشان یک قالینی ارزشش 3200 سومانی تقدیم کرده می شود با شادمان و با محمد اقبال تاشوف برای زیبا کردن میدان و هنرنمایی خوب شد اینم بر اونجا کیده باری کیده بون باری پرویزه ها بجری کسی طلبگار است اینه که محمد ایسا انا صبحی میشود هر دو ارزندن عشق قهرمان جهان اونش هم بچه ارزنده هر دوش ارزندن مکافات شنمون توفه محمد اقبال و کیره شادمان رضایف خوش آمدید هر نظر رشته سخن را با شاگردی عزیز برایشان جان میدهیم که کار ما را کمی سبکتر سازد ما باوری داریم که میدان امروزه باز با حضور شما و مسئولیت و توجه خودی هیئت داوران و دستور رئیس محترم باز خوبتر و شایسته‌تر بگذارد. تشکر زیاد استاد عزیز. آن دوستان عزیز هواداران رشته گوشتنی ملی نظر را در کنار کنج میدان نشستگی است کدامی که از کجایی که میگه باشه من میگم قوازمایی میکنم محمد کدامی که اگر خواهد که قوازمایی کنه با هم نظر رو یک کپکوبی بزنه حسن آفرین تشکر زیاد مجید باری بابا از میگه سنگین است دوستان عزیز جانانه کلابی شهر کلاب ولایت خطلانه همینجا احترامانا دعوت میکنه من از ایما بیاید جانانه همه کس مخلص عزیز با خاطر همین بانوی بسیارم خلی اراده جانانه کلابی یک خرسک بزنه دوستان عزیز جانانه و نزیما بیام همینجایی شما یا گاغم بینم ها بازی خب
ба номи Парвиз Паҳлавон, кадоме ки агар қатиш қувозмоӣ мекунад, як гӯспанд, як телевизор. Хоб, ҷонона пеш биё. بیا اوتر اوتر بیا چه اوتر باز مگه ای دخم بکنم وقت هیچ اینو بنامه بیё. مشتو دوشای خوب شده اونا شو برای باران آده کانی ҷонона. گیر. ҷонона шаҳри Кӯлоҳ назди мо биёям. عیسی بونو زاید دوستانی عزیز، من همین گردآفریدی بسیارم تاجیکستان جانانه شهر کوهاب باستانی از نام رئیس ناحیه نورآباد محترم صالحزاده فتحالدین حسین با یک گیلم قیراقوم توفه میشود. یک ترسک بزنید دوستانی عزیز. خوش آمدید، خوش آمدید. دوستان عزیز، مانا جانانه خوش آمدی میگه که ما مردم نورآبادیم، با ننگیم و با آریم، خاک پای دوستان را بر دیده میبرداریم. خوش آمدید. از نام راوریت مقامات اجرایی حکومت دولتی را تقدیم نمودم بر همین بانو بسیار تحفه ارزشمند بخشیده به جشن امروز. دوستانی عزیز، انا акай Абдулло сардовори чорабини имрӯзаи мо табаққи Шодмон Ризоевро бурда расонда истодааст. кадоме ки мегӯяд аз куҷое ки бошад ман қувозмоӣ мекунам. якта аст дар номи Шодмон Ризоев. тарсакҳои мухлисони Шодмон Ризоев ҳасан офарин. یاد زن دایی بارونی آخه چه بگیرم ایرادی مجید جمهوری اسلامی رو خوش آمدید و جمهوری تاجیکستان و دیار زیبا منظر نورآباد خوش آمدید. خب یک تغالبیت دارد، یک مساوی و حریفش مصطفی شهر کلاب باستانی تاجیکستانی صاحب استقلال. یک سالیم در بین هر دو مصطفی. اولوبک پلو پیش ما بید. مهمانانی که امروز از جمهوری ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران، از دیگر شهر ناحیه‌ها و امروز به ناحیه نورآباد در این چهاربینی بسیارم با شکوه گوشتینگیری که بخشیده با جشن نوروز یا مفروز برگزار گردیده ایستاده از شما قدم رنجه نمودید. قدم‌های یکایک شما را از نام رئیس ناحیه نورآباد محترم صالحزاده فتحالدین حسین خیر مقدم میگویم. خوش آمدید. یک وای میکنیم همینجا توفا ماندگی خواهش میکنیم از کارمندان این حقوق همینجا را پیش همینجا را کشاده کنید وقتی که همون غالب به نزدی متصدی رفته باید همون توفا را گیرد نمیتواند. خواهش میکنیم همینجا را کشاده کنید. اولوبک سید اشرف همینجا شما را انتظار است. اولوبک یادم بایدا یادم
تشکری زیاد میگیم. کلی تبگیرم Gel Ayco, kuşun girsene. اگه غرم داره بار که برونه میکنه اگه غرم داره خب در نام شادمان ریزایوف یک تا اسب موندگی بدازیم. خب و در نام پرویز عبدالرحمانوف یک تلویزر یک گیله موندگی است. هر دو همین پهلوان با دستگیری های شما مخلصان عزیز کوازمایی میکنن. همه کس را دستگیری میکنه. غیوربک ناحیه نورآباد، محیدین شهر نورآفران راغون خوش آمدید. دو تا غالبیت دارد. من از یکی دوبار بگم. اکی عبدالله سلامت باشید، تنسیت باشید. دوستان عزیز، شکرانه از وحدت ملی، شکرانه از استقلالیت دولتی، شکرانه از غمخواری و توجه و دستگیری های همیشگی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب و معظم ملت محترم امام علی رحمان میکنیم که از در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری های پیشوای معظم ملت امروزها تمام ساحه ها رو به بهبودی نموده ایستاده است. از جمله ساحه ورزش تاجیک در ظرف 34 سال استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با طور بی سابقه رشد کرده ایستاده است و امروز ببینید که مقامی بین المللی با پیشنهادی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان گرفتنی گشتین ملی، این باعث افتخار و سرفرازی تمام تاجیکان سیاره است. یک خرسکی بسیارم آسمان کف به خاطر مقام بین المللی را کسب نمودنی گشتین ملی گشتینگیری. دوستان عزیز، ترسک ها به نهایت کم است. مردم نورآباد را ببینید که چقدر ترسک بزنند. احسن الهام الدین ناحیه رشت حریفش ما گفتیم همین نورآباد رشت از خط مهمونا گیرید آمیر. بله ما همین و دستور همین است. Ola oka. نوروز یارم افروز، نوروز بین المللی با یکایک شما فرخونده باشد. دوستان عزیز، مهمانان عزیز و ارجمند، اومدیم رسیده دارم Ha? اومدیم رسیده تیک تیک هست Listen. سانسی ها دیو که تشکری بیاندازم. Hem cayne ta gefi kampırım konserta. Çilağaç dolardı. Nasıl padarkar sonra daha falan değil. پیش بیام. O در تلفن تنها آنگه- yapsanız devam بسیاری. جوانی که در پهلوی من است فریدون میرشریفوف ناحیه نورآباد، جوانی بود که بعد از ختم دانشگاه عالی وسط قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را سربلندانه، شرفمندانه
اجرا نمود و امروز هم در چندین میدان ها توازوایی میکند و حریفش از شهری راغون است و به هر دوش شمسدین ملیکov به هر دوش برای سربلندی و آبرو. فریدون Mirshariyev. Bilmiyorsun. Hadi kimi götüreceksin? تشکر زیاد با همه ana bayni Shonmon Rizoyev va Parviz Abdurahmonov quvozmoy ovoz berganlar. Vay irona ya. Ama şu bunu doğrana. Bunu da gel. خب در نام فریدون میرشریفov از نام سعید احسان لایق‌زاده 1000 سومان بسیار احسن آفرین. Sidya ta bıkın. Kamera. این پشمارک شده که نخواهیش پگاه در نویه لخش مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری دایر می شود. از تمام مهمانانی که امروز در اینجا اشتراک دارند مسئولین سوای ورزش نویه لخش احترامانه شما را دعوت دارند و در این زحمت در نویه سنگار هم که چورابینی برگزار می‌گردد. احسن برادر ایرانی بازم خوش آمده. جوانان و همون پهلوانانی که از جمهوری ازبکستان از جمهوری اسلامی ایران در اینجا اشتراک دارید قدم‌های شما رو خیرمنده میگویم. محسن اسام‌الدین و نظیم آبیان محسن اسام‌الدینov یک خرسک بزنه به خاطر محسن. احسن آفرین. یک بار دیگه خواهش میکنیم همین ترتیبی که همینجا هست باید همون داور همون غالب باید که توفاش همجا گیرد. خواهش میکنیم از کارمندان خوب احترامونه خواهش میکنیم. حبیب الله انا ببینید با لباس یگانه ورزشی
اینم افتخاری یکایک ما و شما است که مقامی بین المللی گرفتن گشتین ملی گشتین گیری و لباسی یگانه ورزشی. خب حبیبو خب با الهام الدین از نایه رشت قوازمایی بکنیم در این گله ببین. Ой, да-да! Рыжий, молодец. Abidi, abi. دوستان عزیز عبدالله لایق‌زاده از ناحیه رشت با لباس یگانه ورزشی و حریفش عبدالرحمن وين روما بسیارم پرتوت زیبا و پرتوت مخلصانه فریدون میرشریفه. سلامت باشی استاد، بار دیگر خوش آمدی. اصلا و اصلا انمون صدای شما خسته نشود. ما رشته سخن رو با استاد بدید. سپاس و تشکر باری دیگر. این منطقه ممنون. خوش بکن قبودن به صدا. این طرفا راش آزادتر کنید برای دیگر باره معرفی محسن اسام‌الدینو، پهلوان ازبکستان در طبقه که نشست اسطور است. مهمانای ارجمنده عبدالله سید خواجه سرداور مسابقات، یک بار دیگر خواهش میکنیم از ارجمندترین شخصی که از ایران آمده است مزاش گرفت. تأسف خیلی اکنون تکیه با پهلوانای محلی میکنیم. جهانگیر خیلی که یک دادخان که پشتی پردمون با جهانگیر مجبوره ببرویه ها بگردمون شیری فرخوره Orası biz burayı. Ama katılan ne girer? خب گوش کنید که کبس اکای محمد علی سلیمانوف کزاز شد هید در نام مرمه. گوش کن گبسری نقطهی مشخصی وطنداری می روند. گبسری نقطهی مهم پهلوانی می روند. اما گبسری ننگو ناموسی انهی سبزه و میدانی گوشتینگیری مردم تاجیک می روند. همین بچه غیر کد آمد. این به هر دو بختوی بود. خداوند هر کسی که زحمت و مهنت کشید پاداشش از بالا خالصانه میدید. آمین. جهانگیر Ой, да-да! پرتافتی کی شد رحمان علی لول شادمان رضایت پرتافتش حلال.
تشکر هر دمی بچه برای اشتر مبارزه میبرم بخت و اقبال یارشون آمین تیاری خوش بیاتیز چی میگه؟ شما شده؟ خب بچه های که نید بازی برای ما مکاکی بگید توفه ارزنده مکافات اشتر اولوبک رحیم زاده اولوبک در دیداری اول خود غلبه رو به دست آورد کامیابی مبارک در آن گله هم پرتاف حلال تشکر طلبی داورا هم نمیخیلد به ورقه به چک پهلوانو را داوری نکنید برای این کار شما از این طرف باشید ریشی الهام دین محمدین اولوغبک بچه عمر برای بچه این طرف پیردست کار بود شید دیر کیست بعد میگو که اکا دین بلاسیتی میکشه یا مرسیدس اوکی برای این مهنتی دو دور در کار است لا اقل دو دور برو اونجا پیردست بر اون طرف خیر مقدم بنو روبوت عید مبارک کی بر اونجا برو اونا را برید اون طرف آنم بابای شریف هم برید در اون گلیمی تنوری راست بچه های غالیب هم برید اگه کارتون را تیز تیز انجام تین متصدی ها شریف هم پیردوس هر دوشون رو برید اولوغبک اون منطقه داشتین اونه اولوغبک رحیموف خوب این طرزم بشود عبدالله هم 3 غلبه دارد عارف دادوف هم 3 غلبه دارد بیاید همه کسی که کسی نتیجه دارد بیاید گوی کی دادوف کلی دادوف اینجا بیا هر دیگه بیا آجی بیست اینش هم نفزای این صفادین هم نفزای بچه هایی که غلبه دارن سرتیراف کرده مایا کرده عبدالله جون عبدالله رشت 3 غلبه عارف دادوف 1 لیچیا 2 غلبه گیرید کی علی داد چک شونه گیرید نویسید بچه را کشید دوزید صفادین کیو کنی بچه خزینه داره بیار صاحبی مرکه کنی بچه کجا شد اینجا بیار این هم 3 غلبه دارد صفادی این بچه کم 2 دفعه اینجا بیار نزدیک کرده تیز میدان خوری نمانید تو مدنی نورا یک کردی پولاسکی سعادت زندگی به هر دو یار آمین تشکر وقت نگی تیز اونجا پیش یک اولی یک دوری دیگر مون بچه ها وقت نگیرید نگیره که اومده است نمیگیرید انتخابی نتیجه است برادرو خود تمام دور آمدگی این هم همین دور است akama baren josh dam shnoren rahmati kalon از نام رئیس حکومت ناحیه نورآباد این مکافات به عبدالله لایق‌زاده تشکر جایی اکا اوستا هر دوشون ارزاندن یک تلویزیونی پلاسکی 5000 به هر دو بخش اقبال سعادت آمین یک قدمی دیگه میمونه برای مدعی اساسی انمون وزن 70 در شاجایزه تقدیری همین رقابت حل میکنه کی با کجا میرود چیری
بچه محمد ایسا رجبوف ناحیه همدانی محیدین اسدالله شهر راغون انا جری ریشی گیره گیره هم خشید کی علی دو بیو توفای نورمون جای زوران است دیگه کسی زور است باقی مونده است با خستگی و عقیب نشینی کرده فاتحه در نورآباد جای ضعیف نیست دیگه برادران کسی نگیرید فرش آزاد کنیم جری ریشی همون کسا یک تلویزیونی پلوسکی توفای هر دو اینو تشکر هر دو شما اینم فریدون نورآباد دو غلبه این سه غلبه صفیالا فریدون نویز معلم تست نویز نبا خلاصگیری کنیم کرمونا غالبا فریدون صفیالا عبدالله تقدیری سبقت های پهلوانان در میدان بوده را در دفترتون نویسید همین بچه ها انازی زوری همون مدعی شاه جایزه‌ای بزنینیانه چری ریزی تقلص یا نام خیره چیکار کنم بچه های دیگری که هستن اونجا عارف عبدالله خب اینو کی نویسی اکو غالبا را تست غیر بولده بیس این بچه که نورآبادی دو غلبه این سه غلبه یک تلویزیون یک کالینی دیگه با هر دو بخت و سعادت اینا را نویسید که یک هست حق نظروف از شهر حصار ها گیریم که برشو بر پهلوان حصاری را در همون میدان شینون مهمانای بودگی را دعوت کنید یکی معروف کنی گوشگیری سنه تمام که تا شفا بریم در بری حق نظر شنوریم یک مکافاتی نفسره کنم انا کار نوران الا نور می شود مردم که میدونم برم تو شفا بری حق نظر اینجا بیا بیایی محمد اقبال توشو پهلوانی مسجاهی گوشتینگیری شدیدیم حق نظر شهر حصار با هر دو کنی خزینه دار تز نویس بیو همی ندار همی کلام کنی همی بچه که معروف همی بندی ما پیش نمیرم محمدین اینجا بیو بچه هایی که غلبه دارن اشکال عرب نیستن سینک جو برید نه این همی محمدین این تو هر دو زوغن هر دو زوغن برگست نه هر دو نمیگم بسینو باید نکنیم یک طرف با اقداری نکنیم بچه بسینو معروف همی سیبی مرا کمتر درستر که اکایی معروف جون یا دیستانسیونی تتیکی مرا همایون میشن کی بچه اینم بچه که متصدی کی برادر عزیز آیت الله تیسیز برا گوش کن حق نظر و محمد اقبال توفشون یک ماشینایی جامعه شوی ولی سمسی من نشیم و صدوقه با خیلی وقت
روی پوش تیز بیدو برو تیز آمدن گیرید که پهلوان دنقره نامش ابوبکر شرف از نوروباد توفه این برادرها توفه شرف و ابوبکر معروف کنید خب سنت الله صبحیدین بشار نشار کارمندای سی خوب همه کار با کشته شد اینا من ندیره باید گوشتینگیری نمیشود تا لحظه ای که میدان آزادتر نکنند محسن آلی بیست بچه ها آلی نیست آزادی در کار آزادی هوا در کنید روید بچه ها را برارید از اینجا با هم خیلی کم در به نظام میشید ناجوری های تفاتن معروفی تنظیمگر همین خطی سیما همین سیمی همین هم را کمتر نزدیکتر که من ترتیبات بیشتر درست کنم اینجا بین مردم دمانده مخی نداره یک سیمی درازه بچه پایوان داخیره با او این نمیشه بانیم پدما میشه اخیره در شک چه میره تفاتر بسیم بچه ها را رخصت کنید عبدالله در گلیمی که با آرکداد و پدرنمایی دارد حالا توبازهای شوری دوما میابد و پهلوانی گر و بزن در گلیمی ها کنار چپ است صفی الله پهلوانی رشدی در گلیمی مرکز ریژی جری آنای برادرها محیدین و هاپا محیدین و محمد ایسا در گلیمی آخرین چهار جفتی هاپا نشد تفاتر بچه ها فقط همین گپی با کفا همین کلانکت چی نرداده که شما مینا احاطه میکنین همه داخل طرف بسیره مردم فردوس شریف و بچه ماشین میرود یا ارتبوز میرود یا ازبکستان یا دوشنبه و یا ترسونزاده همه که به همین سوال ما در اینجا پاسخ بگیریم برادر عزیز خب در توفه ابوبکر از دنقره و شرف یک گو این مکافات برای پهلوانی میزبانی که امروز 3 دور غالب آمد ابوبکر فرزند طاهر است دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی
Tojikiston پهلوان سفید پوش از دنقره. من همونجا سعید خیلی گوشتی نشون میگی تن تازه دنو من دورم 3 غلبه داری این بر بیوخی پیشی تایسم بی ایسته این طرفان این بر آن نوروزی ترین زود این طرف بسین از یک راهی آزاد یافتیم کار شما پیدا شود. شریف و فیردوس یک بار دیگر اعلان میکنیم با توجه پهلوانو. شریف فیردوس هر دو از شهر کولوبند. پهلوانای مهمان باشید مرحبا. Alt silah koymak. از گلب خیل هر دینا سالمان پیگیری کن اما بجا گوشی گیرن ها هر دو اقبال آبرو Sezer. گوشتی نمیشوه تیمور آنا اولی سازه آوری توزه بگیره او 140,000 سومانی رئیس محترم در شاهجایزه عالی این کاری عادی نیست. یک عائله بزرگ در کار که در تلاش شبانه روزی 6 ماه این مبلغ به دست بیارن. عرض تشکر به رئیس محترم و صاحبکاران به ننگ ناموس نورآبادی نورافکن. یه دستگیری کنیم عزیزکی فرخاری رایی آفرین انا یا غیرت داشت کی اومد به آزادتر کنه دو و هر دو تشکر و محسن جان و پهلوان فرخاری در دنقره برای شاهجایزه با باباجان رو گوشتی گرفت. گرمانده زیر توفا همی طرفی ما را موضوع تر کنیم بچه ها رو برتر بریدو ساربان نیسا جو تبگی که ما بینم ایسو بزرا این طرف شوری باید شدن این طرف میدونم دقت این همی بچه های تیرفاندار و این همی برادران رو برکنیم که نمی دارم
این حالا بی بخدا بگیم این حالا بی بخدا ریسکش بسیار بلینا که نه این حالا بی سبحان الله این طرف بزرگتر شده میدان اینجا را تایید کی بود بچه های خارج آره چیکار کرده شما ایگه را دیگه حالا میچیا تشکر رحمان علی چی تماشا اومده حتی کی بودی چیکار کردی حق نظر نظرов پگاه در ناحیه لخش مسابقه گشتین ملی تنتنه میکند از پهلوانان خواهش میکنیم که راه سفرشان را ادامه دهند و به لخش روند تشکر آنجا هم تحفه ها هستند اما قیاس میدان امروزه کاملا چیزی دیگر است تشکر که گلیم بچه ها رو وابسته کنید که بچه این گلیم در حق نظر کجا شد کی دعا گرفته اگه عبدالله چی شد کارش مانی چیه تشکر عبدالله صبح دین نتیجه گیری نشد اینه این بچه که الهام دین جباروفو که نوروز کریمزاد خب تحفه شریف نظریف این مردم برای هم را زیاد کردن ایست طرف رفت شریف نظریف یک خلدلیک یک خالد تحفه پهلوان شهر کولان بالای گلیم برآمدین و همتون خبر تفاقیه بچه محمد اقبال چی شد کاری تو به حق نظر نگیرچین نه؟ اینجا بیو حق نظر باری نگیرچین حق نظر حق نظر و محمد اقبال بچه های حفظ الکوب بالای گلیم رو مناخی مردم قفاشون برینو نوروز بیو فرق ندارم میگو بیو نوروز کریمزاد تیمور ملیک الهام الدین جباروف رشت هر دست بچک های ارزندن این امینا یک قدمی دیگر زنن همچون مدعی برای شاجایزه میتوان معرفی کرد خب توفه اینا را مکافات این بچه ها را آره اولوغ بیگ و سعید اشرف کجا شدن اولوغ بیگ برید اینا الهام الدین با نوروز کریمزاد عبدالله فریدون خب گیریم نوروزه که علی داد نوروزه تدی که برای الهام الدین
Jaborova. Барин Jaborova ва Каримзод. Инам қувознои ҳассос аст, ҳар ду бача арзанда ҳастанд. Ҷаҳонгир Бобоев фархори бачаи ба номус диди палӯи муҳсин холӣ аст. ҷуръату тавони касе нест дар шоҳҷоизаи қалид шоҳҷоизаи шоҳҷоиза уштур футуввати тоҷиконаша нишон дод, ба майдон омад. гӯштини хуб гирифт. Темур чӣ мегӯӣ? дуруст. агар чӣ натиҷае боша набоша, барои мухлисон ҳамин бача чеҳраи навшукуфтаи майдони Нуробод маърифӣ мешавад. раҳмат ба падару модараш. як концерт ба интишор аст. ана варатаи дора гиред. ҳақ назар ки буда Тошев таври Муҳаммад Иқбол Тошев биё. ҳар ин бачаам гӯштингирои номии Тоҷикистонам. хоб тоҳфа инора ки мемонад? ҳар ду инора мондадина? чӣ буд? як мошинаи ҷомашӯӣ ва ҳар ду иқболу икрам дар болои сабза мегирем. майли дар болои сабза гирам моҳтарам раис. опа ох ана азизи фархория як ҷаҳон сипос. майдони Нуробод чеҳраи нава кашф кард. ҷаҳонгир Бобоев, ноҳияи Фархор. ташаккур. бисёр бачаи қашанга. ҳақназару Муҳаммад Иқбол дар вай мегиранд. ҳақназару Муҳаммад Иқбол дар сабза гиранд. майлаш бачаҳои ин гилем ҳам дар сабза гиранд. сардовар Абдулло
محمدی ندیدیم. سه دوره که بود بچه هایی که با سین سالی وزنی پهلوانای نامورها را در میدان توجه کردیم و برابری به میدان آمدن معرفی می شود. و محمدی هست حق نظر در دیداری اول زفر یافت. اون طرف اون جاتون رو بشینید و سلامت باشید. حق نظر گشتین گیریش ادامه میدید. کسی اگر طلبگار باشد مرحمت. شریف کنید نظریه مکافات پیشینه این کار کرده شد. از نام رئیس حکومت ناحیه نورآباد یک برزگو تحفه شریف جان نظریف، یک خلدمی که 7,500 سامانه به نام فردوس نسیم پهلوانای شهر کولوب. آخرین گلیم سبز آتش ما کجا میدو خیدم بیمانم اینو بله نمی بچه را قفارا شلپر کرده منم فقط همین اینه اگه نمی نمی سر کدگی بر اینو بر اینو فیم که چی در کاره کوریم اینو بوم گردم یا میستم من ناموس تاجیکی من دست ندیدم موسیم 5 کرد قهرمان جهانم من درباره همین شما مردی اصیل ایستادگری میکنم گوشه میگیرم یک جهان تشکر برای ما جهانگیر قهرمان یک جهان سپاس خب بیو اولوغ بگبرین اینا فردوس در میدان هر دو بچه های تاجیکستان گوشتینی خوب میگیرن هم فردوس هم اولوغ بگ اونجا از نام رئیس محترم ناحیه نورآباد شخصی ورزش دوست و میهن پرور
صالح زاده فتح‌الدین حسین، هر دو پهلوان به نام هر دو یکی بود، هم محسن و هم جهانگیر، هر دو تا نجابین. رئیس محترم این عامی تأسیس نمودهشان را بر شما تقدیم دارم. جهانگیر و محسن 2000 سامانی به هر دو پهلوان، 2000 به محسن، 2000 دیگر و جهانگیر برای قدرت و توان و نیرومندی بزرگش. کمی جهانگیر اینجا بیایی، صدقه ناموس چم اینجا بیا، اینجا بیایی. در بخی بطهی پوش، در بخی بطهی برای غمخوریتون، برای احساس بزرگ وطنداریتون که این جوان در نورآباد کشف شد، چهره از نورآباد روی. مبارک باشد. تشکر.